چه مدل گوشی ارزش خرید داره حتی در دوم؟ آیفون 12 به بالا. اگه کمتر میخوای هزینه کنی سری اس قدیمی سامسونگ بگیر. بیشترین ایراد سی پی یو، شیائومی. بیشترین ایراد تعمیرات توی گوشی‌های کار کرده، شیائومی و سری ای سامسونگ. قوی ترین LCD ها، سری ایج سامسونگ و آیفون ایکس به بالا. واچ چی بخرم؟ واچ فقط آیفون. بیشترین ضعف باتری، خب معلومه آیفون. بیشترین ضعف دوربین، سامسونگ S23 و S24. از دستت بیفته دوربین کارش تمومه. خراب نشدترین گوشی‌ها، میشه گفت همون آیفون. بیشترین ایراد برد. سری شیائومی. یه گوشی گیمینگ هم بهمون معرفی کن. اگه پول داری برو S25 بگیر. اگه کمتر میخوای هزینه کنی A35. حتما پیج منو فالو داشته باش. اینم بفرست واسه رفیقات. شما دوتا چی میگیری این وسط؟